میدونستی تمام عمر در مورد رابطه و ازدواج و اینکه چطور یه رابطه سالم میمونه به همون آموزش غلط دادن؟ لباس شیک بپوش تا ببینتت، آرایش کن تا جذاب به نظرش بیای، با خانوادش مهربون باش تا باهات مهربون باشه، تو کارش کمکش کن تا همیشه قدردانت باشه. نه، واقعا به اینا نیست. نه که مهم نباشه، مهمه، ولی نه اندازه نکته‌ای که میخوام بهت بگم. ویدئوی امروز در مورد تعاملات کوچیک و مستمر روزانه بین شما و پارتنرتونه. طبق تحقیقات روانشناسی رابطه، کیفیت رابطه بلند مدت بیشتر از لحظات بزرگ و عاشقانه به همین تعاملات کوچیک روزمره بستگی داره. منظور از تعاملات روزانه و کوچیک اون رفتارها و ارتباطهای جزئی ولی مداومیه که بین دو نفر توی رابطه اتفاق میفته. چیزهایی مثل یه لبخند صبحگاهی، پرسیدن روزت چطور بود با علاقه واقعی، یه پیام محبت آمیز بی‌دلیل وسط روز، لمس‌های کوچیک روی شونه، بوسه‌های کوتاه، تشکر کردن از کارهای ساده، مرسی که ظرفا رو شستی. گاتمن یه مفهوم داره به اسم ایموشنال بد، یعنی درخواستای احساسی. هر بار که یکی از زوجها با یه حرکتی کوچیک به دنبال توجه یا محبت طرف مقابله، در واقع داره درخواست میفرسته. پاسخ طرف مقابل به این درخواست سه حالت داره: یا به سمتش میره که باعث نزدیکی و اعتماد بیشتر میشه، یا بی تفاوت میمونه که احساس طرد شدگی میاره، یا در برابرش میسته که باعث درگیری و دلخوری میشه. رابطه هایی که دوام دارن معمولاً حدود 80% از درخواست‌ها رو به صورت مثبت پاسخ میدن. این تعاملات کوچیک حیاتی هن، چون اعتماد و امنیت عاطفی رو میسازن. باعث میشن ذخیره احساسی بین دو نفر پر بمونه، یعنی در زمان اختلاف رابطه تحمل پذیر بشه. فرسایش رابطه از همین تعاملات منفی کوچیک شروع میشه، نه فقط از خیانت یا دروغ‌های بزرگ. خیلی فکر میکنن باید کاری بزرگ کنن تا رابطه قوی بشه. سفر، هدیه، سورپرایز، در حالی که اون لحظات کوچیک اما مداوم مهمترن. حتی یه صبح بخیر واقعی تر از یه حلقه گرون قیمته. قول بده از فردا فقط یه کار کوچیک برای رابطت انجام بدی، یه تشکر، یه بغل، یه لبخند. بعد بیا تو کامنت ها بنویس چی شد.